اما بحث بسیار مهم کربن‌های معادل شیمیایی، در خصوص تاپیسیته کربن‌ها و تعداد پیک‌هایی که توی NMR میتونیم از کربن‌ها شاهدش باشیم می‌خوایم صحبت کنیم. توی این ترکیبی که ملاحظه می‌فرمایید این دوتا کربن با هم معادل هستن، چرا که با یک صفحه تقارن به هم تبدیل میشن. این دوتا کربن هیچ ارتباطی به هم ندارند و معادل شیمیایی نیستن. این کربن ارتباطی به بقیه نداره، اینم به بقیه ارتباطی نداره. و حالا این ترکیب اینجا با یک C2 این دوتا کربن به هم تبدیل میشن و جابجایی شیمیایی یکسانی دارن. این دوتا کربن با C2 به هم تبدیل میشن، این کربن ارتباطی نداره، جابجایی شیمیایی متفاوت، این جابجایی شیمیایی متفاوت، اینم متفاوت، اینم متفاوت. من سعی کردم از حلقه های رنگی استفاده کنم برای اینکه کربن هایی که جابجایی شیمیاییشون مثل هم هست رو برای شما عزیزان نمایش بدم. توی این ترکیب ما میتونیم دوتا C2 داشته باشیم. یه C2 این دوتا رو به هم تبدیل میکنه، C2 که از این قسمت مولکول داره میگذره، و یه C2 این شکلی هم میتونیم داشته باشیم و اینها هم به هم تبدیل میشن. دوتا کربن اینور به دوتا کربن اینور تبدیل میشه، دوتا کربن اینور به دوتا کربن اینور. بنابراین به ازای این 4 تا کربن ما توی NMR یک پیک خواهیم داد. همچنین این دوتا کربن هم دارن با این C2 به هم تبدیل میشن و همچنین این دوتا کربن sp3 با این C2 به هم tبدیل میشن و معادل هستن. اما وقتی دوتا استخلاف متفاوت به این شکل روی حلقه آروماتیک داریم دیگه معادل بودنی در کار نیست و C2 یا حتی صفحه‌ای یا مرکزی توی مولکول وجود نداره که کربن ها رو به هم تبدیل کنه. لذا ما 7 تا پیک متفاوت توی کربن NMR این ترکیب خواهیم. حالا این ترکیب هم یک C2 داره و این دوتا کربن رو این C2 به هم تبدیل میکنه، این دوتا کربن به هم. آیا این دوتا کربن هم به هم تبدیل میشن؟ خیر. این دوتا کربن روی محور تقارن هستن و اگر یک همچین C2 داشتیم میتونست این دوتا کربن رو به هم تبدیل کنه. پس این دوتا کربن معادل شیمیایی نیستن و جاهای متفاوتی پیک خواهند. این ترکیب رو توجه بفرمایید. این دوتا کربن دارن با یک صفحه تقارن به هم تبدیل میشن، صفحه تقارنی که داره از این قسمت مولکول عبور میکنه. پس این دو کربن با هم معادلن. این دوتا CH2 هم با هم معادل هستن. این ارتباطی به کربن های دیگه نداره، یک جای دیگه پیک میده، این یک جای دیگه پیک میده، این هم یک جای دیگه پیک میده. و در نهایت این ترکیب. ببینید این دوتا کربن دوباره با صفحه‌ای که داره از اینجا عبور میکنه به هم دیگه تبدیل میشن. این دوتا کربن با همین صفحه به هم تبدیل میشن و جابجایی شیمیایی یکسانی دارن، یک جا پیک میدن. این کربن ارتباطی به کربن های دیگه مولکول نداره، جابجایی شیمیایی متفاوت، جابجایی شیمیایی متفاوت، جابجایی شیمیایی متفاوت. و این دوتا کربن دوباره با صفحه تقارن دارن به هم تبدیل میشن و جابجایی شیمیایی یکسانی دارن و متفاوت با کربن های دیگه‌ای که توی مولکول وجود دارن. به این سوال جالب توجه بفرمایید. از ما خواسته تعداد پیک های ترکیب نشون داده شده رو توی CNMR پیش بینی کنیم. اولین نکته‌ای که توی این ترکیب داره جلب توجه میکنه وجود این مرکز کایرال توی این ترکیب هست. یک کربنی که به 4 تا گروه متفاوت متصل هست. این مرکز کایرال هست. وجود این مرکز کایرال توی این ترکیب یه مقدار اوضاع رو پیچیده میکنه. ما انتظار داریم این پیک، در واقع این کربن یک پیک مجزایی برای خودش بده، با چیزی به هم تبدیل نمیشه. این هم جابجایی شیمیایی متفاوتی داره، این کربن جابجایی شیمیایی متفاوت، این هم متفاوت، این هم متفاوت. شاید انتظار داشتیم که این دوتا کربن با یک صفحه‌ای مثلا از این قسمت مولکول عبور میکنه به هم تبدیل بشن، ولی به خاطر اینکه این دوتا گروه مشابه در مجاورت یک مرکز کایرال قرار گرفتن دیاسروتاپیک هستند و با صفحه به همدیگه تبدیل نخواهند شد. بنابراین حتی جابجایی شیمیایی این گروه متیل با این گروه متیل هم برخلاف مثالهایی که توی اسلاید گذشته دیدیم متفاوت هست و جاهای مختلفی پیک میدن. پس چند تا پیک توی کربن NMR این ترکیب خواهیم داشت؟ 1 دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 7 تا.